سلام و درود خدمت شما همراهان گرامی بروکر یونیکورن. امیدوارم که تعطیلات خوبی رو سپری کرده باشید. با شما هستیم با تحلیل دیگری از بازار فارکس برای هفته جاری. خب برای نماد یورو دلار یک ناحیه دیمند بسیار خوبی رو اینجا رسم کرده بودیم که واکنش بسیار خوبی رو داشت به این ناحیه. ببینید واکنش خیلی خوبی رو داشتیم از این ناحیه و قبل از رسیدن به ناحیه دیمندی که منتظرش بودیم حرکت صعودی قدرتمندی رو شروع کرد. اما برای هفته جاری دو تا ناحیه ساپلای بسیار مهم تو تایم روزانه داریم. یکی این ناحیه و ناحیه بعدی ما این ناحیه هست. در صورت فیلیپ شدن این ناحیه تارگت بعدی قیمت میتونه اینجا باشه، اما اگر بتونه اوردر فلو نزولی توی این ناحیه پایینتر ثبت بکنه میتونه خودش رو به قیمت به ناحیه پایینتر هم برسونه. نماد بعدی نماد پوند دلار هست. برای نماد پوند دلار هم یک ناحیه ساپلای مشخص کرده بودیم، فیلیپ شد، اما در حال حاضر اگه بخوایم تارگت مشخصی رو برای این نماد رسم بکنیم، بذارید من یه ناحیه 4 ساعت هم اینجا داشتیم که واقعا واکنش خیلی خوبی داشت هفته گذشته بهش، توی 2 هفته گذشته بهش رسیده و واکنش فوق العاده ای رو داشت. این ناحیه رو هم حذف بکنیم. خب این ناحیه ها بمانند و بریم سراغ چارت. ببینید این پوند دلار هم مثل یورو دلار به ناحیه بسیار مهمی رسیده. این ناحیه مهمی هستش که اگر بتونه از این ناحیه اوردر فلو نزولی تشکیل بشه، احتمالاً بتونه پول بکی رو تا 50% فیبوناچی به ما بده. ببینید پول بک ما میتونه تا این ناحیه اگر فیبوناچی رو رسم کنیم، خب میتونه تا 50% فیبوناچی که ناحیه خوبی هم هست اصلاحی رو انجام بده. اما اگر این ناحیه فیلیپ بشه تارگت بعدی ما میتونه این حوالی باشه. ببینید اینجا ناحیه مهم بعدی ما خواهد بود و بعد ببینیم که چه واکنشی به این دو ناحیه خواهد داشت. نماد بعدی نماد بیت کوین هست. بارها در مورد اهمیت این ناحیه صحبت کردیم. چارت هر بار که نزدیک این ناحیه میشه با قدرت برمیگرده به سمت بالا. بعد ببینیم که میتونه به این ناحیه زیر 74,000 دلار ما برسه یا خیر. و تا زمانی که نتونه عدد 100,000 دلار رو مجدد به سمت بالا فیلیپ بکنه، احتمالاً مجدد وارد فاز نزولی بشه و بتونه نهایتا خودش رو به ناحیه‌ای که منتظرش هستیم برسونه. در خصوص چارت طلا، خب همچنان قدرتمند صعودی، تاثیر اخباری که توی جهان هست به خصوص تنش‌های اقتصادی بین چین و آمریکا تاثیر مستقیم روی این asset داره و تونسته به نزدیک‌های سقف 3400 دلار هم برسه. در واقع بیشتر انتظار داریم که این تنش‌ها خاتمه پیدا بکنه و چارت بتونه اصلاح خوبی رو بده، چون تو این قیمت‌ها واقعا وارد خرید شدن خطرناک هست، مگر اینکه به صورت اسکلپ بخواید این کار رو انجام بدید. الان ناحیه‌ای که برای ما مهم هست این ناحیه هست. ببینید ناحیه دیمند ما، ببینید نزدیک 100 دلار 70-80 دلار شده. ببینید چارت طوری حرکت کرده که واقعا نواحی خوب از توش در آوردن کار سختی شده و بهترین کار اینه که منتظر یک اصلاح خوب بمونیم و توی اون نواحی وارد پوزیشن خرید بشیم با توجه به مومنتوم قدرتمند صعودی که وجود داره توی این چارت. خب اگر بخوایم رفاینش کنیم توی 4 ساعته، این ناحیه تقاضای خوبی هست. در صورتی که این ناحیه محفوظ بمونه میتونه از همین ناحیه مجددا وارد فاز صعودی بشه، در صورت اصلاح البته، فعلا که رو به بالاست و اصلاحی هنوز شروع نکرده. ولی اگر توی این اعداد تریگر نزولی بده میتونیم انتظار داشته باشیم که از این ناحیه مجدد وارد فاز صعودی بشه. در خصوص نماد نفت، خب انتظار یک اصلاح تا ناحیه 50% رو داشتیم. این اصلاح انجام شد. در حال حاضر این سقف ما رو فیلیپ کرده و یک خط روند صعودی رو هم به این شکل
ساخته، در صورتی که این خط روند حفظ بمونه میتونه ادامه حرکت صعودیش رو انجام بده و در صورت شکسته شدن این خط روند تارگت قیمت میتونه این کفی باشه که اینجا ساخته و تا این ناحیه اصلاحش رو ادامه بده. در خصوص نماد داو جونز هم خب یک ناحیه دیلی اینجا رسم کرده بودیم، واکنش بسیار خوبی داشتیم به این ناحیه، از این ناحیه تونست حرکت صعودی خوبی رو شروع بکنه. ناحیه 50% فیبوناچی ما هم بود، بریم تو تایم روزانه و ناحیه 50% فیبوناچی ما هم بود، 50% اصلاح داده از این آخرین لگ صعودی که داشته داو جونز. در صورتی که ناحیه محفوظ بمونه میتونیم انتظار داشته باشیم که تا سقف قیمتی هم حرکت بکنه، اما اگر همچنان این اخبار تنش‌های بین چین و آمریکا ادامه دار باشه میتونه مجددا این کف شکسته بشه و اصلاح عمیق‌تری رو از این نماد شاهد باشیم. امیدوارم که هفته پرسودی باشه برای شما عزیزان. خدا نگهدار.